نامعلوم. در این بلندی عجب تماشا و سیاحتی کرده بودیم. ای کاش از ته دره رفته بودیم. هر کس که تکبر بورزد خداوند او را فرو میگذارد و هر کس که برتری طلبد خداوند بینی او را به خاک میمالد. شما اینها را خوانده اید و عمل نکردید، پس تمام بلاها حقتان است. بهتر است که از ته دره برویم. ای هادی کجایی که حال من رو ببینی؟ بعد از اینکه تو در دنیا مردود شده ای از دست عادی تو چه برمی آید؟ الحمدلله زخمای بدنم خوب شده است. سلام علیکم. و علیکم السلام. در راه بر تو چه گذشت؟ الحمدلله اگر بدی هم بود با دیدن شما رفت شد، اما چند نفری از من عقب ماندند و سیاهانشان آنها را نگه داشتند. البته سیاه من هم خیلی مرا بدشخصی می‌کرد، اما من به لطف حق گوش به حرفش ندادم و از من عقب افتاد. انشالله دیگر به من نمی‌رسند. متاسفانه آنها از ما دست بردار نیستند و در منازل بعدی شاید با ما بجنگند. ما بدون اسلحه چگونه با آنها بجنگیم؟ اگر در دنیا اسلحه آماده کرده باشیم حتما در منازل بعدی به دست ما خواهد رسید، اما اگر سلاح آماده نکرده باشیم نمیدانم چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد. الحمدلله. الحمد لله رب العالمین. برویم استراحت کنیم به صبح زود باید حرکت کنیم. اینجا شهر محبت است و آنهایی که در محبت اهل بیت علیهم السلام به سرحد عشق رسیده‌اند اینجا منزل می‌کنند. دوستی علی علیه السلام حسنه است که هیچ گناهی نمی‌تواند به آن زیان برساند.